آقایون گوش بدین، 1/3 حقوق بازنشستگان خرج درمانش داره میشه. شما یک روز تشریف بیارید تو کانون رو بشینید، آرزو میکنید که این ساختمون رو سرتون خراب بشه. من بالای 800-900 تا پرونده سرطانی دارم توی کانون. حداقل روزی 15 تا بیمار سرطانی دارم با من مراجعه میکنن. پول آمپول دیگه ندارن. من یه آلارم دیگه میدم، شاید خدا کنه که اتفاقاتی بیفته. متولد 64 اومد پیش من، از کار افتادگی گرفته بود، سرطان داشت، تمام وجودشو گرفته بود. ایشون فقط برگشت گفت یه وام به من بدین. من گفتم آقا سهمیه وام ندارم، باید اجازه بدید. گفت من زیر خاکم، ماشینم بفروختم، خونم بفروختم، دیگه پول آمپولامو ندارم بدم. با ناامیدی ایشون رفت. شما خودتون میذارین جا ما. 2 هفته بعد خانمش آمد گفت فوت شد، متولد 1364. کی پاسخگوه؟ کی میخواد جواب بده؟